عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه. برای آشپزی امروز اومدم باغ یه چند تا برگ سیر بچینم. امروز میخوام یه آموزش غذای شمالی خوشمزه رو براتون داشته باشم که خیلی مواد اولیه ساده ای داره اما نکات پخت ریزی داره که اگه رعایت نشه غذاتون اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. غذایی که امروز میخوام درست کنم توی این فصل که برگ سیر تازه داریم داخلش میریزیم، اما جزء واجباتش نیست، ولی اگه بریزیم داخلش طعمش خیلی خوشمزه میشه. اینقدر بارون باری توی این 1-2 هفته که هنوز زمین خیلی خیسه، منتظریم زمین خشک بشه و باغچه رو تمیز کنیم و محصولات پاییز و زمستون داخلش بکاریم. برکم پر آب شد، دیگه میتونیم قلاب برداریم بیایم ماهی بگیریم بندازیم تو تابه. این درخت انگور ژاپنی یا همون سیلوربری بهش میگن، خیلی زیبا میکنه اینجا رو توی این فصل و میوه هاش هم رسیده میشه، خیلی خوشمزه است. هنوز زوده، میوه هاش بعد آفتاب بخوره کاملا قرمز بشه. الان این حالت گس داره و با اینم قراره یه چیز خوشمزه بهتون آموزش بدم به وقتش. فعلا بریم خونه و به آشپزی امروز بپردازیم. از شب قبل باقالی‌ها رو خیس کردم و وقتی که قشنگ آب اومد دیگه راحت پوست میشه. معمولا شیفیدایی که از بازار میخریم، شیفید خشکا، داخلش شنریزه و خاک داره. میخوام یه نکته بهتون بگم که به راحتی شن و ماسه‌هاش رو ازش جدا کنید و برای غذاتون استفاده کنید. توی آب اینو قشنگ خیس میکنیم، شویدا میان روی آب میمونن و هرچی شن و ماسه داشته باشه میره کف کاسه جمع میشه. یه 1 دقیقه‌ای بهش زمان میدم، بعد از رو شویدا رو جمع میکنم و هرچی شن و ماسه هست کف ظرف باقی میمونه. حالا این ظرف من چون سبزه، نمیدونم شما اون شن و ماسه ها رو زیرش میبینید یا نه، ولی کلی شن و ماسه داشت که ته ظرف ته‌نشین شد. اگه این کار رو انجام ندید تمام اینا میره داخل غذاتون. مواد خورشت امروز ما همین ساده است. لوبیا سفیدا رو پاک کردم، از نوع لوبیا کشاورزی، شوید، تخم مرغ، چند حبه سیر. برگ سیر ضرورت نداره ولی توی این فصل که برگ سیر تازه موجوده ما ازش استفاده میکنیم داخل این غذا چون خیلی خوشمزه‌اش میکنه. روغنی که ما برای این غذا استفاده میکنیم اگر روغن جامد باشه خیلی بهتره، خورشتمون خیلی خوشمزه تر میشه، اما ضرورت نداره. شما میتونید از روغن سرخ کردنی یا روغن پخت و پس همون روغن مایع استفاده کنید. همونطور که گفتم باقالی قاطق یکی از غذاهای ساده است ولی نکات پختش باید رعایت بشه. من باقالی میگم در اصل همون لوبیای کشاورزیه، ولی ما تو گیلان تو فصل بهار یه نوع باقالی میکاریم، یعنی همون یه نوع لوبیا میکاریم که بهش میگیم پاچه باقالا. در اصل از اون لوبیا برای درست کردن باقالی قاطق استفاده میشه، ولی توی تمام فصلها نیست یا توی همه شهرها این نوع لوبیا موجود نیست، فقط مختص گیلانه. برای همین حتی من خودم هم توی این فصل پاییز زمستون از این لوبیا کشاورزی های سفید استفاده میکنم که خیلی هم خورشتش خوشمزه میشه. عین همونه، فرقی نمیکنه خیلی، ولی باید احتیاط کنید که له نشه چون خیلی زود پزن این لوبیاها. پس تا پایان این ویدیو من همراهی کنید تا تمام ریز نکاتش رو بهتون بگم تا یه باقالی قاطق شمالی خوشمزه داشته باشید و مهمون سفرهاتون کنید. باقالی قاطق جانمم داخل گمج میپزم که کاملا سنتی باشه. خورش درست کردن داخل گمج یک
حال خیلی خوبی به من منتقل میکنه. برای اینکه از نشکن شدن گمجمون در موقع پخت خیالمون راحت باشه و غذا ته نگیره، یه شعله پخش کن میذاریم و گمجمون رو روی اون شعله پخش کن میذاریم. پخت غذا توی گمج باید با حرارت ملایم یعنی متوسطی انجام بشه. شاید فکر کنید که خب این که خیلی زمان میبره غذا درست کردن داخل گمج، ولی اینطور نیست. فقط شاید 10 دقیقه، 1 ربع یا حتی نیم ساعت اول یه مقداری پخت غذای ما طول بکشه تا این ظرفمون کامل یک دست گرم بشه، چون این ظرف گلی سفالیه گرما رو کاملا پخش میکنه تو خودش و بعد از اینکه دیگه کاملا گرم شد دیگه پخت غذای ما خیلی طول نمیکشه. با اینکه حرارتش ملایمه ولی غذای ما توی همون مدتی که شاید توی قابلمه‌های دیگه باید زمان پخت بهش بدیم همون قدر فرقی نمیکنه. در عین حال خیلی غذا رو مغز پخت میکنه و ولی توی گمج باید حواستون باشه آب خیلی زیاد به غذا اضافه نکنید. اینا رو همه دقت کنید. خب حالا یه مقداری که ظرفم داغ شد من روغن بهش اضافه میکنم. از روغن جامد میخوام استفاده کنم. باقالی‌های پوست کنده هم بهش اضافه میکنم. دو تا 3 تا قاشق سفید بهش اضافه میکنم. 3-4 حبه سیر، میتونید خورد کنید یا مثل من همینجوری کامل بندازید. برگ سیری هم که دارم خورد میکنم داخلش. مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنیم. زردچوبه‌ای که بهش اضافه کردم تقریبا 1 قاشق چایخوری بود و اینا رو خوب تفت میدم. جا داره اینجا یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم. اونم اینه که وقتی که این مواد رو همه رو با هم ترکیب کردیم روی حرارت باید تقریبا 5 تا 7 دقیقه ما اینو هم بزنیم و تفتش بدیم تا یک دست اینا تفت بخوره با هم. شیفیدا میبینید که جذب باقالیا لوبیاها میشه، به دورش میچسبه، رنگ لوبیامون یه مقداری تغییر میکنه و یه عطر و بوی خوبی ازش به استشمام میرسه که اون موقع یعنی اینکه دیگه لوبیاهای ما کامل تفت خورده. اگر ما اینو خوب تفتش ندیم خورشتمون طعم خوبی رو نخواهد داشت در پایان. پس به این نکته خیلی دقت کنید. به به عطر خوبش دیگه در اومد و همونطور که میبینید باقالیا یه مقداری ببینید رنگاشون اونجایی که خوب تفت خورده برگشته و به زردی میزنه. ببینید تغییر رنگ داده و شیفیدا به لوبیا چسبیده و عطر و بوی خوبش هم بلند شده و الان وقتش که ما بهش آب جوش اضافه کنیم. آب رو تا جایی باید بهش اضافه کنیم که سطح باقالی ها رو بپوشونه. خیلی بهش آب اضافه نکنید که بعد دیگه خورشتون خیلی آبکی میشه. نباید زیاد آب داشته باشه این غذا. ببینید تا کجاشو پوشونده. حالا من یک کوچولو دیگه بهش آب اضافه میکنم. شما در حالت چشمی باید ببینید که روی لوبیاهاتون رو یه بند انگشت آب پوشونده باشه. این دیگه کافیه. نمکم الان بهش اضافه نمی کنم. اول اجازه میدم کامل باقالی ها بپزه و بعد بهش در آخرای پخت نمک اضافه میکنم. درشو میذارم 10 دقیقه دیگه میام بهش سر میزنم. بعد 10 دقیقه 1 رو بله میام بهش سری میزنم. ببینیم لوبیاها تو چه مرحله این نیم پز شدن. هنوز مونده بعد بپزه. خب دیگه میبینیم که باقالی ها پخته شده. حالا بهش نمک اضافه میکنم و الان آب خورشت من یه مقدار کشیده شده. من دوست دارم میذاره باقالی‌قاتو هم آبدارتر بشه. یک کوچولو بهش باز آب جوش اضافه میکنم. خب هم مقدار کافیه.
و وقتی که کامل لوبیا پخته شد، خورشتمون روغن انداخت دیگه، یعنی آماده است. و توی این مرحله یعنی 3-4 دقیقه آخر پخت بهش تخم مرغ، من 2 تا تخم مرغ بهش اضافه میکنم. تخم مرغ به دلخواه، اگه تخم مرغ دوست دارید میتونید نفر یه دونه بهش اضافه کنید، اگر نه کمی 1-2 تا کافیه برای این خورش. هم میتونید مخلوط کنید به خورشتون، هم میتونید همینجوری درسته بذارید داخل غذا بپزه. من میذارم همینجوری درسته بمونه، نمیخوام مخلوط کنم. درشو میذارم یه 3-4 دقیقه دیگه غذام دیگه آماده است کامل. توی این فاصله برنج گذاشتم بپزه. میخوام مایدودی درست کنم که کنار باقالی قاتق یا مایدودی یا ماهیشور سرخ کرده از واجبات برای ما گیلانی ها. ماهی دودی توی بازارهای رشت، میدانها، بازارهای هفتگی اگه رفته باشی زیاد به چشتون خورده. ماهی شوریه که خوش شده و طعم دودی داره، خیلی خوشمزه و لذیذه. حالا میخوام بهتون بگم که اینو باید چجوری درست کنید، چون شاید خیلیاتون دیده باشید داخل بازارها ولی خب ندونید که طریقه مصرفش یا طرز تهیه‌اش چه شکلیه. اول از همه روی حرارت پوستش رو کز میدیم. با این کار پوستش رو میکنی و باعث میشه که خیلی خوش‌طعم‌تر هم باشه ماهی. به این شکل چون کز داده بودم خیلی راحت پوستش با دست کنده شد. یا آب کشیدم گذاشتم داخل این کاسه. حالا شما هر ظرفی میتونید استفاده کنید. کته است وقتی که آبش خوش شد یا برنجی که آب کش کردید و تازه دم گذاشتید اینو میذارین روی برنج، درش هم میذارید تا برنج دم بکشه. با بخارش این ماهی دودیمون هم بخار پس میشه و آماده خوردن. باقالی قاتق ما هم آماده است، قشنگ روغن انداخته، لوبیاش هم کامل پخته و لعابدار و جا افتاده. حالا یه سفره شمالی براتون میچینم که ببینید چقدر این غذای ساده میتونه لذیذ و خوشمزه باشه. ماهی دودی بعد از اتمام دم کشیدن برنج آماده است. خودشم ببینید آب انداخته، یعنی بخار پس شده و اون آب شور اضافهش دیگه از ماهی بیرون کشیده شده. ماهی دودی هم چون شوره به عنوان چاشنی استفاده میشه. خیلی سوال شده که چرا اینقدر کمه، فکر میکنن مثل اون ماهیاست، ولی نه، این ماهی شوره فقط به ما چاشنی. یک کوچولو کنار غذامون میخوریم چون اگه زیاد مصرف بشه فشار خون رو میبره بالا. جای همتون سبز. داغه. باقالی قاتق رو بعد با مخلفاتش خورد تا به آدم بچسبه. ترشی، هفته بیجار، سیر ترشی، جای تراب که تو سفره من الان خیلی خالیه و ماهی دودی یا ماهی شور در کنارش. غذاهای شمالی در عین سادگی مواد اولیه‌شون فوق‌العاده لذیذ و دلچسبه. دیگه بالاخره این ویدیو هم تقدیم نگاهتون شد. از اینکه امروز هم همراه من بودید ازتون ممنونم. تا اینجای ویدیو من همراهی کردید. لایک و کامنت هایی که برام میذارید برام خیلی با ارزشه.
اگر کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای من در اولین ساعت بارگذاری بهتون پیشنهاد بشه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.